بسم الله الرحمن الرحیم. الهی همه تو ما هیچ. الهی به امید تو. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان عزیزم در سراسر این خطه پهناور. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون رهاور. اومدیم شهر بسیار زیبای رفسنجان و یک کارآفرین رو به شما معرفی کنیم که در زمینه شیرینی‌های سنتی و خونگی فعالیت میکنه. اگر دوست دارید این کارآفرین رو از نزدیک ببینید و روند کار رو از نزدیک ببینید و بدونید چطوری شیرینی خونگی تهیه و تولید میشه، به شما پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. به رهاورد خیلی خوش آمدید. نام و نام خانوادگی: حسین مهدیزاده. تاریخ تولد: 18/4/57. مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی. حوزه فعالیت: تولید شیرینی سنتی و خونگی. مهمترین دستاورد و افتخارات: ایجاد اشتغال و همچنین معرفی شیرینی سنتی و خونگی به سراسر ایران عزیزم. دوستان عزیز، با جناب آقای مهدیزاده آشنا شدید، کارآفرین در حوزه شیرینی‌های سنتی و خانگی. آقای مهدیزاده سلام مجدد خدمت شما، خدا قوت. سلام، عرض ادب خدمت شما آقای رستمی عزیز، همچنین برنامه پربیننده رهاورد هستم خدمتتون. سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم. از رفسنجان برای ما بگید. والا همچنان که خودتون مستحضر هستین و همچنان که میدونید، شهر رفسنجان یه شهر تقریبا کشاورزی با مردمی، یعنی با مردمانی زحمتکش، خونگر و مهمون نواز، و شهر رفسنجان رو به نام شهر پسته و همچنین به نام معدن مثل سرچشمه میشناسم و واقعا من افتخارم اینه که رفسنجانی ام و دارم توی شهر زندگی میکنم، با مردم این شهر دارم زندگی میکنم. هستم خدمتتون. خیلی ممنون. بسیار عالی. این که میگه شهر پسته واقعا مشخصه. همین شیرینی که اینجا هست، این خطابی که اینجا هست، این کماچ سر ماشاءالله پر پسته. کلا پسته ریختیم. دقیقاً ما به اصطلاح همونجور که به اصطلاح به هر حال مثل شهرهای دیگه که محصولشون تقریبا تو اکثر تولیدات مثلا صنایع غذاییشون به کار میره، ما هم سعی کردیم از پسته، ما هم سعی کردیم از مغز پسته و از مشتقات پسته توی محصولمون استفاده کنیم، زیاد استفاده کنیم. به هر حال از اینجا دیگه از نوع مرغوبش هستش همه چیز که در و اینکه میگه شیرینی سنتی و خانگی. شیرینی صنعتی شما ندارید؟ کلا تو کار سنتی؟ بله، ما عرضم به حضور شما، البته دوستانی هستن که خب دارن صنعتی هم تولید میکنن، ولی ما اومدیم به سمت واقعا این خلا و این کمبودی که احساس میشد توی صنعت شیرینی و همچنین شیرینی خونگی مخصوصا، اومدیم توی اشل بزرگتر، توی قالب بزرگتر اومدیم به اصطلاح تولید و به اصطلاح در قالب کارگاهی داریم عرضه میکنیم و همچنین که این خونگی و سنتی واقعا اصلا کلا قابل قیاس نیست با صنعتی. این که کاملا کار دست و هنر دسته و واقعا من این شیرینی رو یعنی خلق یک اثر هنری میدونم. خیلی ممنون. و به رسم برنامه رهاورد اولین سوالی که از کارآفرینا میپرسیم، میگیم آقا ایده از کجا شکل گرفت؟ چی شد شما اومدید تو این رسته کاری؟ آقا تو کار شیرینی، حالا خاصه سنتی و خانگی، چرا اصلا شیرینی صنعتی نه؟ والا راستشو بگم این که حقیقتا این ایده به ذهن من رسید که یک کارگاه کوچیک برای تعدادی به اصطلاح خانمای بی سرپرست و بس سرپرست این کارگاه رو ما دایر کنیم، خودشون تولید کنن، بفروشن، به هر حال یه کمکی بشه به معیشتشون تو این اوضاع.
و وقتی که ورود کردیم به این حوزه واقعا دیدیم که خلأ این صنعت و این شیرینی و این هنر توی سطح کشور واقعا وجود داره و به هر حال با استقبال خیلی خوبی روبرو شد و اینکه به اصطلاح به عنوان یک صنعت که مظلوم واقع شده بود معرفی شد و ما سعی در گسترش و اشاعه تقریبا میتونم فرهنگ سازیش رو انجام دادیم. سنتی بخوانید. سال چند شما این ایده به ذهنتون رسید؟ والا من که از خیلی وقت پیش به اصطلاح حالا خودم این شیرینی رو از میتونم بگم یکی از بهترین قنادای یعنی موجود در ایران من شیرینی میگرفتم و هر جا که ما این شیرینی رو ارسال میکردیم به عنوان تعارف یا هدیه بعد مجددا درخواست داشتم که حتما بیاین این شیرینی رو بفرستید هزینه‌اش بگیرید. آره هزینه‌اش رو چیز کنید. خب اینا با هم تلفیق شد، ما تونستیم که به هر حال این قدم رو برداریم و لطف خدا شامل حال ما شد. تعارف‌های کرمانی به دردتون خورد. دقیقاً تعارف‌های کرمانی بله به دردتون خورد. بعد بده به چقدر خوشمزه. خیلی ممنون از شما. با حالا تعریفایی که شما کردین و از شیرینی‌های مختلفی که گفتین خیلی مشتاق هستیم به همراه بینندگان عزیز برنامه رهاورد کارگاه تولیدیتون از نزدیک ببینیم. باعث افتخار جناب رستمی عزیز ان شاءالله بریم کارگاه از نزدیک ببینید و مواد اولیه با کیفیت و واقعا میتونم بگم تو سطح کشور بی‌نظیر و ارگانیکی که داره توی این شیرینی استفاده میشه خودش بیانگر اصلا خوشمزگی و طعم و عطر خاص این شیرینی هست. بله دوستان عزیز رهاوردی با ما همراه باشید تا منم این شیرینی رو تست کنیم. خوشمزه بود دوباره بخوریم. با ما همراه باشید. کارگاه تولیدی. بله اینم کارگاه جمع و جور و صمیمی مجموعه ماست. کارگاهی که تعریف کردن اشتغالزایی و از شیرینی‌های بسیار خوشمزه و همچنین مواد اولیه با کیفیت با اقسام شیرینی‌ها و کنوپه‌های مختلفی که گفتیم. بله این کنوپه آره خاص خود مجموعه ما و بسیار طعم لذیذ و خوشمزه داره، برشته خیلی خوشمزه. کنوپه لبو که از دور دلربایی میکنه و همچنین کنوپه نسکافه‌ای که گفتم من خودم خیلی به شدت بهش علاقه دارم، این کنوپه‌ای بود که من تعریف بعد ما امتحان میکنیم ببینیم ما علاقه داریم. بله بفرمایید خواهش میکنم. ادامه و اینکه کنوپه کرمان معمولا توی این قالب تولید و عرضه میشه ولی خب ما خود به اصطلاح قنادای رفسنجان و استادای رفسنجان یه قالب دیگه هم اومدن چیز کردن آره اضافه کردن. این کنوپه روزت به اصطلاح معروفه در فرق نمیکنه از یک مواد استفاده شده فقط قالبش فرق میکنه مثل گل روزه و به کنوپه روز معروفه. این لبویی، نسکافه‌ای، پسته‌ای اینا برنجیه اینم زعفرونی. بله همشون هم مثلا اینجا اگر این شهری پسته‌ای باشه اینطوریه. دقیقاً ما دستمون آره بازه توی مغز تو بحث مغز پسته دستمون بازه به هر حال دیگه استفاده میکنیم. خب آقای مهدی زاده من اینجا زعفرون گذاشتیم، زعفرون رو از زرن میاریم. ما زعفرونمون زعفرون مشهده عرضم به حضور شما و یک جای بازم خاص توی مشهد تولید میشه بهترین و با کیفیت ترین زعفرونی که توی بازار وجود داره. تقریبا این زعفرون بهتر از این وجود نداره. یه چای هلی دیگه حتما واقعا من هل زیاد دوست دارم. بله بهترین هلی که الان موجود در بازاره که از دور حتی طعم هل به
نشه آمادن. از نزدیک هم زیاد نمیخورم. از نزدیک هم باید. و دیگه به هر حال تمام شیرینی ها میتونم بگم که یعنی آمیخته است با این عطر و طعمیه که از این حل میگیره. خب بعد روش تهیه این شیرینی ها چطوریه؟ این دیگه در تخصص من نیست آقای رستمی عزیز، مدیر کارگاه و میتونم بگم که استاد چیره دست و یعنی تمام خلق این آثار هنری کار دست ایشونه، خودشون تخصصا خدمتتون توضیح میدم. این قنادی که شما میگین که به قول خودتون خالق این آثار هنری الان کجاست؟ الان میرسن خدمتتون و خودشون تخصصا در مورد تمام شیرینی‌ها توضیح میدن و اینکه واقعا آقای رستمی من اینو خدمتتون عرض کنم، اینو به ذلس قاطع میگم، تمام محصولات، تمام شیرینی که اینجا داره تولید میشه، چه توسط عزیزان و قناد عزیزمون، تماما با عشق، تماما یعنی تمام عشقشون رو میذارن توی به اصطلاح کار و تولید شیرینی. و این شیرینی اگه طعم خیلی خوبی رو داره، اینه که با عشق داره تولید میشه و واقعا این کار آمیخته در عشقه. درسته. پس خب ما انشاءالله بریم با قناد هم یه گفتگوی داشته باشیم. سلام آقای مهدی زاده از شما خیلی تعریف کردن. ممنون. خیلی فوق‌العاده این بهترین قناد در استان. نزال لطف شما مهدی زاده. طرز تهیه این کلمپای خوشمزه که حالا شما با انواع و اقسام هم درشون آوردین چطوریه؟ حالا ما بینندگان عزیز چشم حتما. این کلمپاهای سنتی کرمان دورپیچه بدون شکر تخم مرغ رژیمی هستن. در انواع و اقسام طعم‌ها برنجی داره، کلمپه گردویی ساده، زعفرونی، لبو، کلمپه پسته و کلمپه‌های روزتمون، اینا لقمه‌ای هستن و در هر کیلو از این کلمپه‌ها حدوداً بین 70 تا 80 تا دونه در میاد. برای مراسمات به صرفه تره، مقام به صرفه تره. یه لقمه. بله یه لقمه. بعد کماچمون هسته که با آرد جوانه گندم که خودمون تهیه می‌کنیم، مغز گردو و ادویه‌های معطر که ادویه‌هاشون هم خودم درست. یعنی مختص خودی. بله ادویه‌اش هم خودم درست می‌کنم. کماچ سن خانم مولایی پس. دیگه الان عطر طعمش رو میتونید تست کنید. خیلی داریم. بفرمایید نوش جونتون. بعد کماچ سنمون هم تو دو تا هم لوزی برش می‌ذاریم، هم از این کماچ سنای گرد. اینا هم بیبرن برای بالاخره مراسم‌هاشون، برای عطرونه و اینا استفاده. و قطاب پستمون که با مغز سبز و تزیین پودر پسته، قطاب پستمون هم میتونم بگم خاصه. یعنی همه چی اینجا خاصه. حالا دیگه میتونید تست کنید. آره ببینید چطوریه. بعد اینکه شیرینی‌های فانتزیمون ملکه بادومه که با عسل درست میشه و خلال بادوم درختی. بعد اسلایس پسته هستش. اینا خوشمزه بودن. آره اینا با عسل درست میشه. اینا واقعا خاصه. بله رژیمی هم هستن. اسلایس پستمون هم که با مغز پسته سبز. کلا با پسته زیاد کار داریم. آره بیشتر شیرینیامون اگر مثلا رفتن پسته نبود، زعفرون بود، زعفرون مثلا. دیگه یه شیرینی درست می‌کردیم که زعفرونی باشه. بعد لات گردومون هم که کراستش نسکافه هسته با مغز گردو. بعد شکلات بادوممون هم که با پرک بادوم درختی هستش. و حالا میتونید تست کنید طعمشون و مزهشون رو. و میرسیم به باقلوامون، باقلوای پسته، باقلوای بادوم. باقلوای با مغز سبز. آیا مهدی زاده گفتن لوز؟ لوز لواش نداره. باقلوا لواش داره. لوز و باقلوا فرق داره.
خانم مولایی، حالا این کماچ سنی که الان دست منه و همه این شیرینی‌ها که اینجاست میگین خاصه، دلیل خاص بودنشون چیه؟ دلیل خاص بودن کماچ سن و همه شیرینی‌ها اینه که مخصوصا این کماچ سن ادویه‌ش خودم درست میکنم با آرد جوانه گندم. آرد جوانه گندمش هم خودمون درست میکنیم. همه شیرینی‌ها خاصه این کماچ سن فرمول خاصی دست خودتون باشه؟ بله، فرمول خاصی داره و اینکه تاییدیه غذادارو رو داره و اصالت شیرینی سنتی، شیرینی مادر بزرگ رو داره. مادر بزرگ حفظ کردیم. الان اینجا میام یاد خونه‌های مادر بزرگ ایام عید اسفند ماه. بله میتونیم. بعد اینکه شیرینی ما کلش دستسازه، یعنی قطابمون بله بفرمایید، قطابمون قلمپاهامون چیزی صنعتی نیست که بگیم با دستگاه همش دستساز. اصلا نباشه. سلام. خوبی شما که؟ خب خانم من کتاب رو بی زحمت به من بدیم. من حرفه‌ای قطابمون رو دست پیچ ماشاءالله آقا هم دارن. بله بله بله. حرفه‌ای ها اینطوری خواستی نیرو بگین. من کتاب این بله تمیز مشخصه. خوب شد؟ حالا بد نیست. حالا رو بدیم. حالا بد نیست. بد نیست. این بی زحمت میخواد بذارش همین یه جا دیگه. من چون دستکش نداشتم. بذارید اینجا. خب الان بعد کلمپه هم این کلمپه برنجیه و اینا رو دیگه با آرد برنج کلمپه برنج ما آرد برنجمون خودمون تهیه میکنیم. این نیست که ما بخوایم آرد برنج رو از قناد تهیه کنیم و طعم بسیار خوبی هم داره. اینا هم آره فیلینگ بین کلمپه هامون هستش که مغز گردو. اینم بازم با ادویه معطر مزه‌دار شده بین کلمپه هامون قرار میگیره. اینجا هم که قطاب. بله اون برم که قطاب هم الان هم خرماییه پسته. نه قطابمون فقط پسته ایه. پسته. بله بله. خرما برای فیلینگ کلمپه هامون هست. قطاب فقط ایشون آقا. یعنی خانم نمیتونه قطاب این کاری کنه. چرا؟ نیرو خانم هم داریم. حالا فعلا با هم میخوره. چرا ما میتونیم؟ نه هستن. برای قطاب پیچیدن خانم هم هستن. ولی خب امین آقا هم استاد قطاب پیچیدن. فعلا در حال حاضر کلمپه لقمه‌ای و قطاب بله. خب فرق میکنه روزانه؟ بله بله. بستگی به چی؟ بستگی به سفارش مشتری داره. بله اینکه مثلا در طول روز یه وقتی 100 کیلو 50 کیلو کلمپه داریم، بعضی مواقع فقط قطاب داریم. بستگی به سفارش مشتری داره. خودتون از قبل آماده نمی‌کنید ها برین حالا مثلا مغازه؟ نه بعد ثبت بله ثبت سفارش بله. این شیرینی رو از کجا یاد گرفتین؟ از بچگی مادر بزرگ؟ بله این شیرینی‌های سنتی رو همه رو از مادر بزرگم یاد گرفتم از همون بچگی و الان بروز شده و در قالب کارگاهی. خیلی ممنون از شما. سلامت باشید. موفق و مهیا. قربونتون سلامت باشید دوستان. انبار محصولات و آقای باقری مسئول خرید هستن. آقای باقری چه خبر؟ خوبی؟ سلامت شما خوبی؟ قربان شما. ماشاءالله ورزشگاه هم که هستی. آره دیگه. شیرینی می‌خورید یا نمی‌خورید؟ نه همون خوردنی نیست، ما فقط در حد فروشی. فقط در حد فروشه. بله. آقای باقری این مواد اولیه رو از کجا تهیه می‌کنید؟ مواد اولیه که ما داخل کارگاه استفاده می‌کنیم نظیر مغز سبز. مغز سبزمون از درجه یکترین مغزهای سبز همین رفسنجان هست. مغز گردویی که ما استفاده میکنیم از بهترین مغز گردوی تویسرکانه که دیگه مغز گردوی ایرانه. مغز بادومی که استفاده میکنیم مغز بادوم درجه یک خرم آباده، دیدی بهترین مغز موجود در بازار الان مغز بادام خرم آباده. و یکی دیگه از حسنایی که ما داریم، ما مواد اولیه‌مون مستقیم از تولید کننده خریداری میکنیم. مغز سبزمون از کشاورز رفسنجانی
مغز گردو و بادام هم همینجور. یعنی ما داریم از مستقیم از کشاورز خرید میکنیم، واسطه رو کنار دادیم. خودتون میرین؟ آره، یعنی نه ببینیم ما خریدایی که انجام میدیم بر اساس سفارشی که انجام میدیم بر اساس فصل، یعنی اون موقع که فصل برداشت بادامه ما خریدمون انجام میدیم که هم خرما بادام تازه بمونه، هم که نگه می‌داریم اون طعمشون داشته باشه، یعنی اون طعم اولی داشته باشه. مغز سبز و گردو همینجور. زعفرون چی؟ زعفرون هم ما از مشهد خریداری میکنیم، اون از کشاورز شهر گناباد خریداری میکنیم و قانا. عکس شهید سردار حاج علی محمدی پور هم تو اتاق شما بود، هم اینجا تو کارگاه و خیلی تاکید داشتن که موقع بیوگرافی هم باشه عکس شهید. اینقدر ارادت، هممون ارادت به شهدا داریم، حالا شما خاصه به شهید حاج علی محمدی پور. واقعیتش آقای رستمی عزیز، سردار شهید حاج علی محمدی پور که ما بهش میگیم خودمونی بهش میگیم دای علی، میتونم بگم برند رفسنجونه و هر کی تو هر جایگاهی تو هر چیزی که به هر حال مشکلی داشته باشه متوسل میشم به این شهید. من خودم شخصا زندگیمو مدیون دای علی هستم و افتخار میکنم که از نوکران و دوستداران شهید حاج علی محمدی پور هستم و اگه شما خودتونم زندگی نامش رو مطالعه کنید حتما متوجه خواهید شد که چرا ما اینقدر رفسنجونی‌ها و شخص من اینقدر ارادت داریم به دای علی. البته من گلزار شهدای دقوق‌آباد نوک رفتم و سردار شهید حاج علی محمدی پور همه ما بهش ارادت داریم، از شهدای برجسته استان کرمان همینجا هم گرامی می‌داریم، یاد خاطره همه شهدا، خاصه شهدای شهرستان رفسنجان و سردار شهید حاج علی محمدی پور. آقای رستمی، من بهتون توصیه میکنم حتما وصیت‌نامه این شهید رو بخونید. خیلی ممنون از شما. آقای مهدیزاده، من این سوال رو از خانم مولایی پرسیدم که آقا این که میگیم ما خواستیم، الان شما میگید آقا ما خواستیم، شیرینامون خواسته، خب تو استان کرمان همه جای استان تقریبا کلمبا هست، باچسترن هست، همه این شیرینی‌ها هست. این که میگین ما خواستیم و دوستان از زبان شما بشنویم. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای رستمی عزیز. من کلا نکته خوبی میگم. نه کارتون درسته. بعد اینکه ما اومدیم به اصطلاح این شیرینی خونگی که قبلا هم اشاره کردم واقعا یه صنعت مظلوم بود و در قالب خونه ها تولید و عرضه میشد، ما اومدیم این به نوعی این صنعت رو احیا کردیم و با همون شیوه سنتی بدون داریم مشاهده میفرمایید بدون هیچ گونه دستگاهی و همش کار با دسته و ما در همون قالب سنتی و با شکل خونگی این شیرینی و با بهترین کیفیت مواد اولیه‌ای که توضیح داده شد این شیرینی داره تولید میشه و اینکه به هر حال تو خونه نمیتونن افراد زیادی رو به اصطلاح به کار بگیرن. خب ما اینجا اومدیم استفاده کردیم از، یعنی میتونم بگم به نوعی بیشتر مد نظرمون اون اشتغالزایی بود و اینکه این شیرینی الان داره میره با اینکه مدت زمان کوتاهی از تولدش میگذره داره میره به سمت سوی به اصطلاح صادرات و اینکه ما این فرهنگ خاص استان و شهرستان رفسنجان رو داریم اشاعه میدیم در سرتاسر دنیا و اومدیم خب با شکل سنتی اومدیم برندسازی کردیم و اینکه اومدیم 0 تا 100 پکای صادراتیمون و بسته‌بندی‌های صادراتیمون رو اومدیم خودمون اینا رو به اصطلاح
معرفی کردیم خونه حاج آقا علیه که باید شناسونده بشه. واقعا یه بزرگترین خونه خشتی جهانه، یه بنای با ارزش و باید شناسونده بشه که رفسنجان هستش. عرضم به حضور شما و در همین بخش 3 نفر مشغول به کار هستن. خب خدا رو شکر تونستیم یه گام خیلی خیلی کوچولو توی ایجاد اشتغال برداریم و امیدوارم که به هر حال با حمایت مردم و مسئولین شهر رفسنجان و استان عزیزمون به این قله موفقیت صعود کنیم و چیزی که مد نظرمون هست و اون هدفی که اشاعه این فرهنگ و این سنت و این شیرینی خوشمزه و شناسوندن این شیرینی خوشمزه است، انشالله بتونیم اینو به نحو احسن انجام بدیم. انشالله. و اینکه چرا خونه خشتی برای حاج آقا علی مثلا میتونه پسته و مس باشه؟ درسته، پسته و مس شما درست میفرمایید، پسته و مس معروفیت خودشون رو دارن، شناخته شدن، ولی خب خونه حاج آقا علی یک بنای بسیار ارزشمند تاریخی است که این تقریبا میتونم بگم ناشناخته است توی ایران و ما اومدیم اینو زندهش کنیم و احیاش کنیم و هدف از احیای فرهنگ تنها اون شیرینی خونگی نیست، بلکه سنت رفسنجانه و بناهای تاریخی و آثار ارزشمند شهرستان رفسنجانه. خب تا حدودی هم خدا رو دار مرتب شکر به اون اهدافی که مد نظرمون بوده رسیدیم. هنوز راه خیلی مونده ولی خب به هر حال میتونم بگم به ابتدای راه ما رسیدیم. ممنون از شما. و اینکه خودتون خیلی علاقه ندارین یاد بگیرین دیگه، شیرینی درست کنین. خودت تو کار پختن غذا هستین؟ متاسفانه من هیچ تخصصی تو حوزه پخت غذا و شیرینی ندارم، من فقط خوردنش رو دوست دارم. خیلی ممنون از توضیحات شما. موفق باشید دوستان عزیز، با ما همراه. دوستان عزیز، امیدوارم که از این کارگاه تولیدی، از این کارگاه خوشمزه لذت برده باشید. آقای مهدی زاده، من فکر کنم همین امروز 2 کیلو اضافه شد. آقا نوش جان، امیدوارم که واقعا بهتون چسبیده باشه و ما خودمونی یعنی تعارف عرضم به حضور شما تعارف دلی میکنیم، تعارفمون به قول خود کرمونی‌ها رو رنگی نیست و امیدوارم که واقعا بهتون چسبیده باشه و خیلی عالی عالی بود. متشکرم از شما. بازارها فروش تو مهدی زاده کجا؟ والا ما حالا خدا رو شکر توی این فرصت کم تونستیم به هر حال توی بازار محلی و توی به اصطلاح سطح استان و تقریبا مثلا بخشی از کشور تونستیم به هر حال معرفی کنیم این شیرینی و خدا رو شکر استقبال خوبی شده ازش. و صادرات نداشتیم؟ آره، ما عرضم به حضور شما داریم میفرستیم، عمان داریم میفرستیم، دبی داریم میفرستیم و حتی استرالیا فرستادیم، کانادا فرستادیم، انگلستان فرستادیم و خدا رو شکر آره مورد پسند بوده و استقبال شده از این شیرینی. هدفتون برای آینده چیه؟ ترسیم کردین آینده رو که آقا کل بازار رو بگیریم؟ والا ما هدفمون یعنی یه چشمانداز خیلی خوبی رو داریم نسبت به این حوزه و اول معرفی این شیرینی به عنوان یه صنعت و یک برند و بعد اینکه بتونیم انشالله گسترش بدیم و معرفی کنیم تو تمام شهرهای کشور حتی خارج از کشور و توی همین قالب توی همین به اصطلاح شکل و شمایل بتونیم اینو عرضه کنیم که به هر حال معرفی بشه و همه واقعا استفاده کنن و همه لذت ببرن از این طعم و از این کیفیت شیرینی. و به عنوان سوال پایانی و باز هم به رسم برنامه رهاور، صحبت دلی شما میگه صحبت از دل براید لاجرم بر دل نشیند،
با مردم عزیز شهرستان رفسنجان، استان کرمان، بینندگان پروپاقرص برنامه رهاور و مسئولین محترم چیه؟ مسئولین شهرستانی، مسئولین استانی. اول که خب به هر حال جا داره واقعا توصیه میکنم به مردم از این محصول شهر خودمون، استان خودمون و همچنین کشور خودمون حمایت کنن که دیده بشه این محصول و معرفی بشه این محصول. حالا به هر حال هر کدوم از عزیزان که دستی بر آتش دارن و توی شیرینی سهیم هستن و دخیلن حمایت بشن و خود مردم بهترین حمایت کننده ها هستن. از مسئولین هم تشکر میکنم و میتونم بگم که انتظار داریم از مسئولین که بیشتر حمایت بشن و اونا میتونن قطعا با حمایت خودشون ما رو توی این راه و این مسیر پرچالش و سخت کمک کنن و به هر حال یاریگر ما باشن توی این حوزه. قطعا مسئولین انتظار داره که همه کارآفرینان رو حمایت کنن، کارآفرینایی که تو شهرستان خودمونن، بعضا تو استان خودمونن، هم مسئولین عزیز و هم مردم دوست داشتنی. خیلی ممنون از شما آقای مهدی زاده. خواهش میکنم، باعث افتخار بود. من ممنونم که شما قبول دعوت فرمودین، قدم رنجی کردیم و مهمون شهر ما بودیم، باعث افتخار بود. انشاءالله که بهتون خوش گذشته باشه و بازم زیارتتون کنیم از نزدیک و من هستم خدمت. سلامت باشید. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از همه بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردن. پل ارتباطی بین ما و شما شماره فضای مجازی 0913 342 15 86. حتما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در فضای مجازی به این شماره ارسال بفرمایید. از شهر زیبای رفسنجان و به اتفاق جناب آقای مهدی زاده همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم با این دعا که همه دعاها ذیل همین یک دعا گنجوده شده که اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد. خدا نگهدار.